مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه میگه که منم داشمی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. خبرگزاری میزان نزدیک به قوه قضاییه ساعتی پیش تصاویر دوربین‌های مداربسته زندان اوین رو منتشر کرد و با انتشار یک مستندی سعی کرد که جنایات زندان اوین رو ماستمالی بکنه. هرچند تصاویر دوربین مداربسته که تحت عنوان مستندی با نام شکست فرار توسط خبرگزاری میزان منتشر شده، تصاویر دوربین‌های مداربسته نه تاریخ داره و نه ساعت، که امروز در این ویدیو می‌خوایم آنالیز بکنیم تصاویر دوربین‌های مداربسته رو که با گلچین یک سری تصاویر دوربین‌های مداربسته سعی کردن یک سناریویی رو طراحی بکنن که زندانی‌های بند و 7-8 زندان اوین می‌خواستن از زندان اوین فرار بکنن. از قبل یه نقشه داشتن و با توضیحاتی که میدن و با رفرنس قرار دادن یه سری از تصاویر دوربین‌های مداربسته میخوان این موضوع رو مردم از چشم خود زندانی‌ها ببینن. اما منابع خبری که معمولا از داخل ایران اخبار محرمانه رو افشا میکنن و یک سری از تحلیلگران بر این باور هستن که حادثه زندان اوین کار خودشون بوده به دلایل مختلف و با فکت های مختلفی که بیرون اومده. موضوع اول این هستش که پسران یا آقازاده بسیاری از این سران جمهوری اسلامی که در زندان اوین داشتن حبسشون رو میکشیدن، مثل پسر رفسنجانی، نمیدونم چند تا از افراد پرنفوذ که حالا حافظم زیاد الان یادداری نمیکنه، حسن رعیت مثلا، یا پسر میرسلیم یا خیلی های دیگه، یکی دو روز قبل از این اتفاق گفتن فعلا از زندان برید برای خودتون مرخصی عشق و حال، و بعد از اون هم بهشون گفتن که حالا فعلا برنگردید تا بهتون خبر بدیم، چون منتظر یک فرصت و زمان بودن که نقشه جنایات زندان اوین رو پیاده سازی بکنن. درست در بند و 7-8 زندان اوینی که زندانی هایی قرار داشتن که در اعتراضات یکی دو هفته پیش، یکی دو سال پیش بازداشت شده بودن، بعضیشون بازداشت موقت بودن و بعضیشون هم دادگاهشون برگزار شده بود و بازداشت‌های طولانی مدت یلخی براشون بریده بودن. درست تو همین دوتا بند همچین اتفاقی میفته. سناریویی که صدا و سیما و مسئولان قوه قضاییه مطرح میکنن این هستش که اومدن یه نقشه کشیده بودن و میخواستن که فرار بکنن از زندان اوین، اما یه سری از افراد نیروی انتظامی و کسای دیگه اومدن و ماجرا رو جمع کردن. چند تا هم گزارش پخش شد که اومده بودن گزارش تهیه کرده بودن از زندان اوین و خبرنگار مثلا رفته بوده توی زندان اوین تو بخش‌های مختلف و گفته بوده که همه چی امن و امان. زندانی‌ها اومده بودن کارگاه اصطلاحاً خیاطی رو آتیش زده بودن، بعدش اومدن آتیش رو خاموش کردن و همه چی امن و امان. و من چقدر خوشحالم که این ویدیو رو من قبلا تحلیل و آنالیز کردم و تو کانال یوتیوب برنامه پشت پرده هست. با این کاری نداریم. ویدیو دوم آماری هستش که از تعداد کشته ها دارن میدن. خودشون یه بار اعلام کردن 4 نفر کشته شدن، بعدش اومدن یه صفر گذاشتن جلوش گفتن 40 نفر کشته شدن، بعدش اومدن گفتن که 4 نفر کشته شدن، 4 نفر حالشون وخیمه، و در مرحله آخر تصاویر خبرگزاری میزان در آخر اومدن گفتن که 8 نفر کشته شدن. یه آمار دقیق نیومدن بدن. مثلا اینو ببینید. قوه قضاییه جزئیات حادثه دیشب زندان اوین را رسانه‌ای کرده. مرکز رسانه قوه قضاییه خبر داد در آتش سوزی دیشب زندان اوین 40 زندانی بند سرقت بر اثر استنشاق دود جان باختند و 61 نفر مجروح شدند که 40 تاشون فوت کردن، 61 مجروح شدن. اینم یادداشت کردم که
بمونه تو حافظه شما. 4 نفر از آنها وخیم است. همچنین با تلاش مأموران زندان و نیروی انتظامی 70 زندانی نجات پیدا کردند. در این اطلاعیه آمده است به دنبال درگیری ساختگی دیشب بین برخی از زندانیان بندهای ویژه سرقت و محکومیت مالی طبقه دوم کارگاه خیاطی که پر از پارچه و پشم شیشه بود به آتش کشیده شد. شنوندگان محترم، بعدش اومدن اصلاح کردن. در خبر جزئیات حادثه زندان اوین عنوان شد 40 زندانی که ضمن عذرخواهی اصلاح میکنم 4 نفر زندانی جان باختند. سریع اومدن جمع کردن، زنگ گفتن آقا چی دارید سوتی میدید؟ بابا 40 تا نبوده 4 تا بوده. این قضیه رو جمع کردن. اما میرسیم به 2 تا از ویدیوهایی که جدید منتشر کردن. اول خبرگزاری میزان رو آنالیز میکنیم، بعدش هم خبرگزاری صدا و سیما رو. بریم تصاویر دوربین‌های مداربسته که از زندان اوین به صورت باز هم تاکید میکنم گلچین شده انتخاب کردن و نه تصاویر تاریخ داره نه ساعت داره نه هیچ. ببینیم اسمش هم گذاشتن شکست فرار. صدا بلنده. روایت لحظه به لحظه آشوب سارقین در اندرزگاه 7 زندان اوین از زبان رئیس اندرزگاه و دوربین‌های مداربسته که البته یک مستندم چند روز پیش چند تا از تلویزیون‌های این ور آبی هم منتشر کرده بودن، مثل ایران اینترنشنال و BBC و چند تا دیگه که گفته بودن که گویا خودشون این آتش سوزی رو انداخته بودن و مردم رو هدایت کرده بودن به سمت سالن‌ها و جاهای مختلف و بعدش هم به مردم یا اصطلاحاً به همون زندانی‌ها شلیک کردن، تیراندازی کردن. خب حالا بریم تصاویر ببینیم. 400 حدود تقریبا 50 نفر تو این قرنطینه 4 استقرار داشتن. وقتی کسی که ببین تمام این چیزایی که داره توضیح میده کاملا اینجا سوخته. یعنی قبل از اینکه حالا تصاویر ببینید میخوام یه بک‌گراند ذهنی برای شما بسازم که بدونید ماجرا از چه قرار بوده و بعدش هم توضیحات رو با این بک‌گراند منم نگاه بکنید. گویا یه سری از بندها رو آتیش زدن خودشون که زندانی ها از زندان از توی سلولاشون بیان بیرون و اصطلاحاً یورش بیارن بیرون. بعضیشون به خاطر حفظ جونشون و به خاطر اون دودی که اونجا وجود داره بخوان فرار کنن بیان بیرون و بعدش از کوههای اطراف بهشون شلیک بکنن. اینو هم بهش نگاه کن چون تمام چیزایی که داره نشون میده همه سوختن. اظهار میکنه مریضم حالم بده با اون شکل میام مجبورم به تب شناسایی بشه که بیارنش اینجا چون بهداری ما این بغله. جرقه اول قاله از این قسمت شروع شد که تظاهر میکرده مریضه میارنش تقریبا کامل این بخش سوخته. اگه دقت همینجا وانمود میکرده که حالش خیلی بده. میگه که ساعت 20:45 دوربینام که قربونش برم ساعتش نشون نمیدن، خودشون زیرنویس کردن. میگن حدود 25 نفر 30 نفر با میگن یکی اومده بوده بیرون، بعد اونجا برانکار چیزی نیست، همینجوری مثلا تو زندانه یلخی برمی‌دارید همه رو میارید بیرون. اگه مثلا طرف دستش آسیب دیده باشه پاش آسیب دیده باشه من نمیفهمم چه هجوم حمله میکنن سمت در محکوم میگه ها یا کسایی هستن که تو زندانن. میگن این که خوابیده بود بلند شد بعد اینا اومدن بیرون. خب حالا من یه سوال دارم، با این نگاه هم به این موضوع نگاه کنید که شاید اون 10-12 نفر شروع کننده و اصلی این اتفاقات هم شاید از خودشون بودن. یعنی از قبل بهشون گفتن که باید این سناریو رو هم شما پیاده سازی بکنید که بعدش بتونن نقشه‌های بعدی خودشون رو هم عملی بکنن. این هم به هر حال فرضیه است دیگه، نمیشه که اطمینانش بده. در همین اثنا ببین تصاویر بعدی که منتشر میشه یه ذره اومدن شطرنجی کردن ولی مشخصه که انگار دود وجود داره که اینا اومدن دارن فرار میکنن. حدود فکر کنم تقریبا بالای 100 نفر. نگاه کنید حتی دستشون رو گرفتن اینجا اگه به این پیرن زرد نگاه بکنید اینجا بالای 100 مشخصه انگار دوده و اینا دارن فرار میکنن. حمله میارن سمت در که میخواستن هجوم بیان توی افسر نگهبانی و بیان از در خارج بشن. تصاویرم کاملا تقریبا کنم 20 نفر از اندرزگاه خارج میشن میرن. بازم این تصاویری که انگار از شدت دوده که دارن فرار میکنن. جلو اندرزگاه 8
اینجا هم لحظه‌ای که آژیر زندان اوین به صدا در مجال خطرش. یه سریا که اینجا بیرون اومدن هجوم میارن میرن در سالن‌های 5 و 6 اونجا با کپسول آتش نشانی میزنن، کپسولا میزنن، قفل‌ها رو خورد میکنن. ببینید این تصاویر خب که منتشر میکنن که دارن مثلا اونجا با کپسول اینا رو خورد میکنن، اینا ساعتشون مشخص نیست. شاید آتش سوزی انجام شده و اینا دارن فرار میکنن و اینا دارن یه راهی رو پیدا میکنن که در برن از داخل ساختمون، ولی اینا میان ترتیب و یه جوری میچینن که بگن که داشتن فرار میکردن. کپسول ساعت آتش رو نمیبینیم نشانی تو دوربینا. میزنن، کپسولا میزنن، قفل‌ها رو خورد میکنن. ناخوین قشنگ مشخصه که اینا سوخته، یعنی اینا فرار کردن و بعدش آتش رسیده اینجا. افرادی که اینجا پخش شدن اومدن بیرون، هجوم میارن سالن طبقات بالا. تقریبا 15 نفر میان اینجا. 15 نفر میان اینجا که وقتی که نیرو ویژه میاد توسط نوردمون میارنشون، اونا رو میارن پایین. اینجا دیگه نتونستن کاری کنن، زمینگیر بودن. همشون اومدن به سمت هوای آزاد، یعنی مشخصه که اصطلاحاً و احتمالاً از دود فرار کردن. حالا اینا میگن نقشه فرار. این جمعیت وقتی اینجا میبینن در بست از راهی نداره، مثل این درم اینجا که حدود 15 نفر که رفتن زمینگیر شدن، نتونستن برن چون اینجا ارتفاع داره، هجوم میارن. یه سری میرن بالا. بازم نگاه کنید تصاویری که از دوربین یه سری بسته نشون میدن، همه به خاطر دوده که دارن فرار میکنن. یعنی دود کاملا مشخصه تو تصاویر. هر جا اینا میتونستن حرکت کردن. نمیگن که اینا به خاطر دود فرار کردن و دارن فرار میکنن. نگاه کنید به خاطر دود همه دارن فرار میکنن. میبینید؟ میگن اینا به نقشه فرار. ببینید اینجا همه سوزی بوده که داشتن فرار میکردن دیگه. نرده بوده، نرده رو تخریب کردن. اینجوری این شکلی نبوده. نرده رو تخریب کردن. تخریب نبوده. وقتی این حجم جمعیت میخوان فرار بکنن دیگه همه چی رو میشکنن که در برن، مثل یه قطاری اونه که داخلش آتش سوزی میشه و میان شیشه‌های قطار رو میشکنن که فرار بکنن. بعدش فردا بیان میگن که آره یه دونه دعوا شده بود، اومدن مثلا شیشه‌های قطار رو تخریب کردن. نمیگن تو خود اونجا آتش سوزی شده بوده همه فرار کردن، این حجم جمعیت باعث این اتفاق شده. دوربینا رو تخریب کردن. این تصاویری که تخریب دوربینا خب مشخص است مال همون شب حادثه است. 1 ماه قبل، 1 سال قبل، 6 ماه قبل. چجوری میخوان اثبات بکنن که این تصاویر مال همون موقع است؟ این قفل رو تخریب میکنن، اقدام به آتش سوزی میکنن. بازم نگاه کنید قشنگ دود شما میبینید. هم سالن 6 و هم سالن 5. شدت آتش جوری بوده که همه چی رو ذوب کرده. این بازمونده یخچال. نگاه کنید همه چی سوخته و مشخصه که از آتیش بوده که فرار کردن. یه نکته هم بگم که تمام زندانیای این بخشا رو فرستادن به زندان تهران بزرگ که اونجا تصاویر نشون دارن میدن که اینجا یک نفر بر اثر گاز گرفتگی فوت میکنه. جاش هم مشخصه. بنده خدا. نکته که وجود داره چجور بغل پنجره گاز گرفتگی اتفاق افتاد. اینجا پنجره است دیگه، چجور تونسته این اتفاق بیفته بغل پنجره؟ اینجا 2 نفر فوت میکنه. نگاه کنید جای بدنش، دستشون به صورت افتاده زمین. این جمعیتی که اومدن بالا میبینن راه فرار ندارن، تخریب هم کردن ولی متوجه میشن دیگه راه فرار نیست، هجوم میارن سمت پایین، برمیگردن پایین. این 18 نفر میان اینجا فرار تخریب میکنن، از این دریچه میرن تو تونل ملاقات. چجوری رد شدن از این دریچه؟ یعنی هرچی ما حساب میکنم امکان رد شدن از این دریچه رو سخته که میخوان هجوم بیارن سمت سالن ملاقات. ساعت
1 شب 29 شب بود. من داشتم اون اتاق من داشتم شام می‌خوردم. بعد یه هم دکتر شما گفت یهو سر صدا اومد این حرفا. من فکر کردم سالهای بالا دعوا شده این حرفا. اومدم اینجا نگاه کردم سر صدا بود این حرفا اینا. فکر کردم دعوا شده. سری من تخلیه کریدور زدم برای بچه‌هام. بعد بالا یهو دیدم سرسام میگن آقا الان دکتر شما قسمتی که داره میگه آتش سوزی شد و اینا رو کات زدن. نگاه کنید. نمیگن که به خاطر آتش سوزی، این یه کات میخوره صحبتش. میبینید یه بار دیگه سر صدا اومد این حرفا. من فکر کردم سالهای بالا دعوا شده. من فکر کنم سالن بالا دعوا شده تو نگو آتش سوزی شده. اون یه تیکشو در میارم. اومدم اینجا نگاه کردم سر صدا بود این حرفا اینا. فکر کردم دعوا شده. سری من تخلیه کریدور زدم برای بچه‌هام. بعد بالا کات شد. بعد بالا اون تیکه که داره میگه آتش سوزی کات شد. میگن آقا الان دکتر شما بیاید بیرون. یهود با چیز سنگین بود مثلا دوباره کات کردن تصاویر رو. حالت آجر بود نمیدونم چی بود این حرفا اینا بود. حالت چیزی بود، چیز سنگین بود. مثلا میله‌ای هست، میله تختا و میله تختاشون مردم اینا این کار می‌کنن. میله تختشون دارن به زور میزنن به قفل. خب من یه لحظه ما آدم دیدم پر آدم که فحاشی نگاه کنید اگه به دست این شخص نگاه کنید قشنگ مشخصه که به خاطر دود ناشی از این برای یه لحظه ما آدم دیدم پر کرده. چیزی بود، سنگین بود. مثلا میله صدا رو قطع میکنم بدون صدا تصاویر رو ببینید که اصلا نگاه کنید برای خودش نگاه کنید به خاطر دود برای خودشون یه دونه سپر درست کردن که فرار بکنن از دود. یعنی هر دری رو که پیدا میکنن میشکنن که فرار بکنن. فحاشی میکردن. من چون شد در رو باز کنم. اینجا این جمعیت میبینن راه فراری ندارن، نتیجه نمیگیرن، میان اینجا قفل رو تخریب میکنن، میان اینجا. باز نگاه کنید یعنی مشخصه که به خاطر دود دارن فرار میکنن. یعنی درا رو دارن میشکنن که در برن از اون دود. باز اینجا آتیش درست میکنن. یه سریا میرن پایین قسمت خیاطی، یه سریا میرن اونور. اینجا این در قفل رو تخریب میکنن. اینجا در بسته بوده، این در بسته بوده. 2 نفر این پایه رو حالا اینجوری این شکل نمیگه جوش بشه، از پایین میکشن این در میاد بالا تقریبا تا حالت 1 متر و نیم بالا در رو میکشن که از اینجا برن داخل. تصاویرم بازم بهتون تاکید میکنم نه تاریخ داره نه ساعت داره. اینجا آخرین مرحله بوده که به پشت بوم میرسه، میان تخریب میکنن. قفلم شکوندن. بوده که بالا اومدن یه نفر خود ما تو این کولر گرفتیم، رفت پشت قایم شده بود. اینجا آخرین مرحله بوده که این جمعیت میاد بالا، میبینن دیگه راه فراری ندارن، تسلیم میشن. سرانجام با ورود نیروهای امداد آتش‌نشانی حفاظت زندان فرجا این بدون فرار زندانیان پایان می‌یابد. 8 نفر از سارقین در جریان آشوب درگذشتند. 4 تا شد 8 تا. امروز شنبه 23/7 زندان اوین رو مشاهده می‌کنید که آتیش به طور کامل اطفاء شد و خاموش، الحمدلله مورد خاصی هم نیستش. حالا خدا میدونه که این ویدیو رو کی گرفته و صداگذاری هستن. بریم ویدیو بعدی. این ویدیو دوم. صدای داد و هوا رو اومد. زندانیا محکوما دیدیم هجوم دارن میارن سمت سالن ما. کلا از گاه 7 کلا آتیش رفت. این اظهارات 2 شاهد عینی حادثه شب گذشته در بازداشتگاه اوین است. 4 نفر این قضیه رو شروع کردن، یه نفر گذاشتن روی پتو که آقای مریضه. بعد این ساختگی بوده میبرنش بهتری. فرار از زندان، نقشه‌ای که قرار بود با آتش سوزی اندرزگاه 7 محقق شود. از در سالن میارنش بیرون که درای ورودی این دو تا در باز کنن. سابقه دارا هجوم میارن به سمت نگهبانی. شروع میشه کندن وسایلا. همان اندرزگاهی که محل نگهداری سارقان سابقه دار و متهمان شرارت با سوابق متعدد کیفری است. فقط به اتهام سرقت در این محل نگهداری میشن، درگیری ایجاد میکنن. قانون تاکید میکنن که اتهام سرقت، نمیگن که محکومان امنیتی یا کسانی که تو طول این چند وقته گذشته به دلیل اعتراض توی خیابون‌ها توی این بندها هستن، میگن محکومان سرقت. خب درگیری و بخشی از حریق صورت گرفته. اندرزگاه 7
اشتغال خیاطی زندانی. آتشی که شعله‌هایش تا کارگاه خیاطی هم ادامه پیدا می‌کند. این مسیر رو طی می‌کنن، میان میرن قسمت کارگاه. زندانیان به اینجا دسترسی پیدا میکنن، اینجا رو آتش میزنن بلافاصله. اینجا برش پارچه و قسمتی از کارگاه خیاطیه. به گفته آقای حیات الغیب در این درگیری و آتش سوزی که با انگیزه فرار برخی از محکومان سابقه دار سرقت و شرارت برنامه ریزی شده بود، هیچ زندانی موفق به فرار نشده. از همین اندرزگاه بودن ولی خوشبختانه هیچ گونه فراری صورت نمیگیره. این هم محلی که زندانیان قصد داشتند از آنجا فرار کنند. از اینجا رو تخریب میکنن، میرن رو پشت بام که با حضور به موقع نیروهای امنیتی، اهم از فراجا، بسیج، سپاه پاسداران، حضور مؤثر مراجع محترم قضایی، قائل خاتمه پیدا میکنه. از اینجا چقدر ارتفاعش بود که می‌خواستم 6 متر ارتفاع داره. با وجود آتش سوزی و تخریب کامل اندرزگاه 7، ارتباط تلفنی زندانیان با خانواده‌هایشان برقرار است. نه این چطور نمی‌شه. نه اصلا من نگران نباشید، چه خبری نیست. آره نه مشکلی نیست، گفتم خبر دادم. در حادثه شب گذشته 4 زندانی با محکومیت سرقت در اثر استنشاق دود فوت کردند و 61 زندانی مجروح شدند که حال 4 نفر از آنها وخیم گزارش شده. 24 مهر ساعت. بله اینم گزارشی بود که صدا سیما پخش کرده بود. یه نکته داره که میگن اینجاش. از اینجا رو تخریب میکنن، میرن رو پشت میرن اینجا که با حضور به موقع نیروهای امنیتی، اهم از فراجا، بسیج، سپاه پاسداران، حضور مؤثر مراجع محترم قضایی، قائل خاتمه پیدا میکنه. یعنی میگه قائل خاتمه پیدا میکنه. به این لباسه توجه بکنید. اینجا این لباسه و این نقطه. تصاویر دوربینای مداربسته زندان میگه که میان اینجا و از اینجا میرن یه جا دیگه. یعنی بذارید من برم اون منطقه که توضیح میده که میرن بالای پشت بون زندان و یعنی بذارید من نمیدونم یا که اینجا بیرون اومدن هجوم میارن در سالن‌های 5 و 6 اونجا با در صف کنم این تصویرش رو پیدا میکنم چون داشتم الان میدیدم یهو این تصویر رو دیدم گفتم که چرا اینجا تقریبا 15 نفر میان اینجا. 15 نفر میان اینجا که وقتی نیرو ویژه میاد توسط نوردبون میارنشون، اونا رو میارن پایین. اینجا دیگه نتونستن کاری کنن، زمینگیر بودن. اینجا میگن که بعد این دقیقاً همون لباسه اینجاست، ولی اینجا میگه که میرن روی این پشت بوم و اونجا بازداشت میشن. خودشون هم یه سناریویی که خودشون نوشتن رو نمیتونن مدیریت بکنن و ماسمالی بکنن، ولی خب به هر حال متوجه شدید دیگه. تصاویر دوربین مداربسته‌ای که نه تاریخ داره نه ساعت داره نه مشخصه که کدوم تصویر مال کی بوده. تصویرها رو جابجا میکنن، جلو عقب میکنن، میارن قشنگ یه سناریو برای خودشون چیدن که بگن که این دعوا رو خودشون رو انداختن. اگه کسی هم کشته شده مقصرش خودش بوده چون می‌خواسته فرار بکنه و ما هم کسی که بخواد فرار بکنه رو حکم تیر داریم و میکشیم. به همین راحتی فاجعه زندان اوین رو ماسمالی کردن. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون ازتون.